فال احساسی متولدین اردیبهشت ماه. برای شما دارم میبینم اردیبهشت ماهی عزیز از سمت کسی که شکم داره، مرد گنده‌ای که شکم داره، کمربند زیر شکمش بسته میشه، یک پیشنهادی برای شما دیده میشه که این طرف خیلی تلاش میکنه که بخواد به نتیجه برسه بابت این موضوع. خب اما من برای شما این طرف رو خوب نمیبینم، با اینکه وضع مالی اوکی داره، اما من این طرف رو برای شما خوب نمیبینم. دارم حسادت اطرافیان رو بابت این رابطه عاطفی برای شما دیده میشه و این موضوع کات شدن برای شما دیده میشه. پس سعی کنید اگه همچین آدمی توی زندگیتون وارد شد، شما از همون اول به خاطر اینکه ضربه نخوری این طرف رو کات کنید. خب برای شما دارم میبینم از طرف کسی که اسمش مثل سعید باشه یا فامیلی سعیدی داشته باشه، برای شما دارم پیشنهادی میبینم که این پیشنهادی طرف انگار جنگجو باشه، انگار که مثلا خلق و خوی تندی داشته باشه. خب برای شما و شما رو توی اعصاب خوردی‌های طولانی مدت قرار میده. برای شما متولدین اردیبهشت ماه دارم میبینم که مردی که به شما پیشنهاد مالی میده، خب انگار بخواد به شما کمک کنه و این کمک کردن رو برای شما خوب نمیبینم، چون توی اوج یأس و ناامیدی این پول رو از شما میخواد، انگار مثل قرض بده. الان میگه لطفه، ولی سمت قرض دادن میشه و شما رو توی تنگنا قرار میده و از شما پولش رو میخواد. یک مذاکره مالی دارم برای شما ببینم که از سمت جایی که مثل بانک باشه، اداره باشه و به شما پیشنهاد داده میشه و اصلا این موضوع رو قبول نکنید.